سابق معاون رئیس شهر نگینسک دو مهاجر تاجیک را با ماشینش در راه پیاده‌گرد پخش کرد. در نتیجه اهلیدین سعیدوف جراحت وزنین برداشت. پایش شکست و خاطره‌اش را گم کرده است. پیوندانش میگویند او هیچ کس را نمیشناسد. چند روز پیش اهلیدین را نزدیکانش به تاجیکستان بردند. وقتی مهاجر دیگر عالم دولتزاده کمی بلندی کرد. او همه چیز را در یاد دارد. اما استخوان کاسه‌اش از سه جا شکسته و تمام بدنش سیاه و کبود است. ما خواستیم به مغازه گلابوس برویم، اما به خط دومی راه هم نرسیدیم. من از کاسه‌خانه سر و کار جراحت برداشتم. سعید باشد سخت مجروح شد. حالا با معاینه سرش مشکل دارد. تا هنوز هیچ کس را نمیشناسد. نه من، نه برادر، نه پدر و مادرش. یوری لواخین منصبداری که سری چنبر ماشین بود و عامل صدمه شد به تقدیر مهاجران مجروح شده اصلا توجه نکرده، حتی با آنها تماس نگرفت و پیشنهاد کمک نیز نکرد. هرچند از این صدمه 2 ماه سپری شد، اما این مهاجران بجز از کپات ماشینی همکنون تاجر لواخین چیزی دیگری را ندیدند. جبردیده ها درباره عامل صدمه تنها از اینترنت می‌دانند. ما تلاش کردیم سبب بی‌تفاوتی سابق منصبدار را معین نماییم، اما او با وعده آنکه خودش دیرتر تماس میگیرد دیگر گوشی را نبرداشت. بعدی صدمه نزدیکان و دوستان طول 3 روز از تقدیر این 2 مهاجر خبر نداشتند. هیچ کس، نه کارمندان پلیس و نه پزشکان، حتی تلفن عالم را روشن نکردند تا به زنگ‌های پیوندان خواطر شده جواب بدهد. البته آنها وظیفه‌دار نیستند، اما از روی انسانیت میشد این کار را کرد. به هر حال پزشکان رسالت خود را انجام دادند و نگذاشتند که مهاجران هلاک شوند. من 3 روز در تمام مسکو جستجو کردم. در آن روزها رید تفتیش حجت ها بود. من فکر کردم شاید در شعبه میلیسا باشد. همه شعبه ها را گشتم، اما برادرم را نیافتم. بعداً برادرم دولتزاده عالم به هوش آمده از رقم نفر دیگر زنگ زد و گفت که در بیمارخانه نگینسک هستند. هرچند از این صدمه زیاده از 1 ماه گذشت، ولی تا به حال در نسبت گناهکار صدمه پرونده جنایتی باز نشد. از بیم آنکه این حادثه به باد فراموشی سپاریده می شود، حقوق شناسان توجه جامعه را با آن جلب نمودند. خود مهاجران و وکیل دفاع آنها مقصد مجازات نمودن راننده را ندارند. همه آنها می فهمند که این حادثه یک تصادف بود، ولی آنها بر اینند که صاحبکار باید پرره جبران زیانی را که قانون معین کرده است به جبردیده ها پرداخت نماید. من با یک مسئولیت تام از نام زیرحمایی خودم دولتزاده و سعیدوف و از نام خویشاوندان آنها اظهار می‌دارم که ما هیچ بدی نمی‌خواهیم. ما می‌فهمیم که این حادثه می‌توانست با هر یک راننده رخ بدهد، اما در عین زمان ما خواستار ظاهر نمودن توجه از جانب او هستیم تا اینکه در دایره ملاقات موضوع پرداخت جبران و احتمال سازش طرفین بررسی شود. بعد صدمه اهلیدین از درد طاقت فرسای زانو زیاد اذیت کشید. پزشکان نخواستند که رایگان جراحی نمایند. بعد از آنکه قضیه رسانه‌ای شد، به صورت حساب بیمارستان برای انجام جراحی مبلغ ارسال شد. ظاهراً این مبلغ را لواخین گذرانده است، ولی جبردیده ها میگویند این تنها قطره از بحر است. آنها امیدوارند که منصبدار سابق در نهایت خراجات طبابت را میپردازد.